یک بار برای همیشه دلایل اصلی ریزش مو رو بدون که 4 تا دلیل داره و دلیل آخریه رو تا حالا جایی نشنیدی. دلیل اول کمبود کانی‌های لازمه برای تغذیه فولیکول‌های موتون هست که در گروه ویتامین‌های B مثل مغذیات، دانه غلات و سبزیجات میتونید استفاده بکنید و این مشکلتون رو حل کنید. دلیل دوم هم که نسبتاً مهمه ترشح بیش از حد غدد سباسه یا همون غدد چربی سرتون هست که این منتج میشه که سرتون چرب بشه، پس باید هر روز صبح سرتون رو بشورید. دلیل سوم عدم خونرسانی کافی به فولیکول‌های موتونه که برای درمان اون باید سرتون رو هر روز 5 دقیقه حداقل ماساژ بدید. و اما دلیل چهارم که گفتم کمتر جایی شنیدید، شما میای غذا میخوری، تغذیت مناسبه، سرتون ماساژ میدی، همه کارها رو انجام میدی اما بازم ریزش مو داری، نمیدونی در روده ها چرخش روده انجام شده، چرخش عروق مزانتر دور سغرگ ایلیاک که باید این رو حتما درمان بکنی تا جذب مواد غذایی به طور صحیح در بدنت انجام بشه. اگر نمیدونی چطور این کار رو انجام بدی، کلمه ادمین رو داخل کامنت ها بنویس، با یکی از ادمین ها ارتباط بگیر، به صورت رایگان راهنماییتون